بعد از سقط شدن آخوند رئیسی تکلیف قطار سریع السیر پیشرفتش چی میشه؟ ای بابا قطار رو ول کن، الان دور هلیکوپتره. تازه الان خود عظما وارد شده، کارهای عقب افتاده این 6 کلاسه رو تحویل گرفته، اولیش هم قلقم کلمات. ببین حرکتی که مردم انجام دادن، این قیامی در واقع به معنای واقعی کلمه مردم برای شهادت اینها انجام دادن، این مایه آبرو شد برای ملت ایران، برای کشور، برای ملت و برای جمهوری اسلامی. عجب. پس اسم این کارنوال مرده گردونی، اونم با یه مش بسیجی ساندیس خور، قیام بود و ما نمیدونستیم. اینجاست که باید به خامنه‌ای گفت دیر آمدی ای حمار سرمست. از این قیام ها قبل از تو موسولینی و هیتلر این قیام های حکومتی و کذایی توی گیومه بسیار ترتیب دادن. یه چند تاشو با هم ببینیم. همشون هم عبرت تاریخ شدن. همشون هم ولی یه فرقی داره قیامای اون زمان با الان، اینه که اون موقع ساندیساش نمیدونم چی جوری بود، ولی اون موقع این فراوری که بیان یا میوه بگیرن آبشو بریزن توی بطری یا یه چیزی احتمالاً با ملاقه بوده. با ملاقه توزیع. ولی الان نگاه کن ببین چی جوری سیستماتیک به صورت دانش بنیان ساندیسا رو مکانیزه کردن سیستم پخششو. اما بابک خامنه‌ای توی این حرفایی که زد یه اشاره‌ای هم به آبروی خودش و نظامش کرد. گفتش که این نشکشی رئیسی واسه ما آبرو خرید. نظرت چیه در این رابطه؟ البته دست و پا زدن خامنه‌ای برای خریدن آبرو کاملا قابل فهمه، چون معمولا اون چیزی که آدما ندارن دنبالشن. البته اگه اینجور چیزا برای خامنه‌ای آبرو تولید میکنه و آبرو سازه، ما دعا میکنیم و امیدواریم که هر هفته سردم داره حتی خودش سوار هلیکوپترشن سقوط کنن، آبروشون همینطوری بره بالاتر. اما یه نمونه از این آبرو سازی رو با هم ببینیم تا ببینیم که منظور خامنه‌ای از آبرو چیه. آبرویی که قراره با این صحنه خریده بشه اما بهتر که برباد بره. اشتباه تو اینه، اینجا هنوز مطمئن نبودن رئیسی مرده، هنوز دنبال آبروسازی نبودن، هنوز ساندیس نیورده بودن، وارد فتوشاپ و جمع کردن اجباری مردم و آوردن اتباع خارجی نشده بودن. این اول کاره. حالا یه کلیپ ببین که تمام ارتش‌های دنیا باید بیان از این کلیپ نظم و انضباط یاد بگیرن. اینم تو همون دستگاه آبروسازی. بله آبروسازی. نه خب بابا غافلگیر شدن دیگه، اینا نمیدونستن که هلیکوپتر قرار سرنگون بشه سقوط کنه، فرصت تمرین نداشتن. اتفاقا تمرینشون هم هست، کاربرای فضای مجازی یک ویدیو از تمرینشون گذاشتن که اون تمرینه خیلی منظم تر از این اصلی است. با هم ببینیم. بله. اما بابک یکی از صحنه‌هایی که خیلی برای عظما آبرو خرید تو این داستان، اون صحنه اتاق مدیریت بحرانشون بود. والا اون چیزی که من دیدم تنها چیزی که نبود مدیریت بحران بود، فقط تولید بحران بود. ما تا اینجا اومدیم با هم، مگر برگشته باشید اینجا. ذهن ما که از طریق ما ابر داشتیم، ابر که یه ابر که 20 متر نبود که
از طویل به بعد ما عقد داشتیم یا یکی در مسیر از هلیکوپتر پرت شده باشه، ممکنه در باز شده باشه. اتاق مدیریت بحران. ببین تو این اتاق مدیریت بحران هر چی نظام موجود 2 پا و 4 پا داشته، خم شدن دور یه میز آبدارخونه روی چند تا موبایل قراضه و نمیدونم چیز دارن میخوان یه عکس دانلود کنن که چطوری به من هلیکوپتر خورده به کوه، این هلیکوپتر که سقوط کرده دنبالشن. ببین این اتاق بحران هر جا بود، این هلیکوپتری که سهل کنکورد و همه چی هر مهم مجهزترین پیشرفته ترین سفینه فضایی هواپیما میخورد به کوه با این اتاق بحران. من نمیدونم این سلامی این وسط چی کار میکرد. فهمی چی گفت؟ من نمیخواستم وارد سلامی بشم، واقعا گفته بودم تو این چون بحث زیاده وارده، ولی خب سلامی خودش انداخت وسط. داستان سلامی مثل اون یارو که رفته بود مکه، گفته بود من دیگه نمیخوام سر به سر کسی بذارم، اومدم تو خانه خدا هم دیگه اینو تضمین کنم. در حالی که داشت این دعا رو میکرد یکی مثل سلامی زد به شونش، گفت آقا قبله کدوم طرف؟ گفت ببین من نمیخواستم مسخره کنم، این خودش انداخت وسط. گوش کردی چی گفت؟ گفتش که احتمالاً در هلیکوپتر باز شده، آل هاشم افتاده پایین. نظریه کار بردی، راه بردی استراتژیک که همه خلق‌ها و مردم و منطقه ازش استفاده کنن. در اعداد کرونا به مستعان. در اعداد کرونا لولش همونه. این فقط پاسدارا و بسیجی‌های دل و دماغ سوخته نبودن که برای خریدن آبرو برای خامنه‌ای کلی تلاش کردن، اصلاحاتی‌های صادراتی هم در این رابطه کلی اشک ریختن. کنم خدمت شما و بینندگان محترم برنامه، من در واقع فکر میکنم که آقای رئیسی و همراهانشون فوت کردن، از این حیث به همسرشون و دخترانشون تسلیت عرض میکنم. انصافا خیلی صحنه دلخراشی بود، دلخراشتر از سقوط هلیکوپتر بود. این یارو که عضو مجلس رژیم بوده در دفاع از اوجب واجبات، یعنی نظام، چادر چاقشوری گذاشته این ور آب، رفته اون ور آب، اما التزام قلبی و عملی و عروقی خودش به نظام رو نه تنها کم نشده، بیشتر هم شده. اصلا میدونی که صادرات اصلاحاتی جماعت الان تو رژیم از نفت بیشتره، کاراییش هم بیشتره، ولی رسانه درستی هم انتخاب کرده برای این اشک تمساح ریختن. دقیق قشنگ فرود اومده تو رسانه برون مرزی جمهوری اسلامی. ببین این بیچاره BBC هنوز کمرشو از شهادت سردار سلیمانی راست نکرده که شهادت عزیز جگرگوشش رئیسی خبرشو دادن. چیکار کنه این بدبخت با این همه مصیبت؟ دیدی چه بغضی کرده بود که از مجریاش داشت خبر هلاکت رئیسی رو میداد. بابا که اما همه چی رو ول کن، این ابتکارات و خلاقیت های نظام در این قضیه دفن رئیسی رو بچسب. یعنی واقعا تمام ابتکاراتشون رو به کار گرفتن، از اون قضیه مرده‌گردونی بگیر تا دفن انگشتر پاسدار سلیمانی. اینو ببین. این همون زیزیگولوی سلیمانیه که الان اومده توی این فیلم انگشتر باباشو به همراه عمو ابرامش کرده تو خاک. حالا دلیل شما نفهمیدیم. الان یه طوری شده که هر کی از این اراذل و باش طوری میترکه یا میترکوننش که فقط یه انگشتر ازش میمونه. اونقدر انگشتر خامنه ای اضافه آورده یا باید انگشتر فروشی باز کنه یا مثل این بفرستش زیر خاک. انقدرم الان اوضاع بیریخ شده برای خامنه ای که وقتی که میخوان، چون انگشتر بدشگون شده دیگه، هر کی انگشتر بگیره یه هفته بعد یه ماه بعد فقط انگشتر ازش میمونه. خیلی از این آدمای خامنه دیگه صف اول نمیان انگشتر بگیره، میگن شگون نداره انگشتر از دست آقا بگیریم. آقا آخوند رئیسی که به درک واصل شد، خامنه ای هم که پاش لب گوره، این نظام چیکار میخواد بکنه برای آیندهش؟ چیکار میخواد بکنه؟ الان عظما زده تو خط جوانگرایی، تا اومده میخواد تمام مناصب رو بده به جوونا. ببین جنتی پیر 97 ساله رو برداشته، به جاش موحدی کرمانی 93 ساله رو گذاشته. ببین چقدر جوانگرایی. جوون ترگل و ورگل. یه جوون ترگل و ورگلی که موقعی که به دنیا اومده فقط 5 سال از انقراض سلسله قاجار گذشته بوده. ببین چقدر کار رفت تو کار جوانگرایی.
حالا ببین به چه روزی افتادن که قرار آثار و اندیشه های این 6 کلاسه رو هم منتشر کنند. خبرگزاری سپاه گفته مؤسسه نشر آثار و اندیشه های رئیسی تأسیس شود و آثار خود را به زبانهای رسمی سازمان ملل منتشر کند. حالا من جزئیاتش رو میگم، اون کلی گفته. ببین اصول آنگوزمان 6 جلد، مقدمات پروپاگاندی، اینا همین آثارش که بعد منتشر شه. آره اون دیگه جزئیات وقت نکرد، من جزئیاتشو دارم. مقدمات پروپاگاندی 2 جلد. نقش لوکوموتیر در حمل و نقل کشورها 1 رمان هم نوشته به نام آیا شما ناهار خورده اید. 2 جلد کتاب هم داره، یعنی کتاب فنی راجع به مگاواماتا، یک واحد جدید تو برق. فقط من یک تقاضا دارم، واقعا اینو گوش کن. اگه میخوان که این آثار استفاده بشه، اول از همه تو اولویت به زبان فارسی که بفهمن که این جانور در زمان زنده بودنش چی گفت و رفت. یعنی به زبان فارسی هم ترجمه کنن. اولویت به زبان فارسی. به من این دفعه نوبت من شروع میکنم. چند تا عکس نشون میدم، بگو شباهت اینا با هم چی. اینا که خب کاراکترهای سینمایی هم، بتمن و جیمز باند و آل هاشم اون وسط چیکار میکنه؟ ببین آل هاشم یک سناریو برای فیلم‌های هالیوودی نوشته که تمام اونا تو جیب ساعتیش جا نمیشن. چه نوشته؟ الان نگاه کن، میگه آل هاشم گوشی خلبان را ورداشت و گفت من لابلای درختان هستم. چه سناریوی مهیج. یعنی تو اون وضعیت هلیکوپتر کله پا شده، این رفته گوشی خلبان رو برداشته، لابلای درخت‌ها زنگم زده. این احتمالاً آخرین خطبه خالی بندیش تو جمعه بازار بوده. اینا هم عکساش هست. آها، عکساش هم ثبت کردن. ولی برنامه‌هایی که تلویزیون خامنه‌ای برای همین امام جمعه سقط شده رژیم درست کردن، دست کمی از خالی بندی فیلم‌های بالیوودی نداره. اینو ببین. دانشگاه شهید مدنی زن روز 13 بدر رو امسال رفتم خوابگاه سربازان یگان ویژه نیروی انتظامی، افطارم موندم همونجا که بالاخره اینا یه روحیه پیدا کنن. چند ماه تو خیابون موندن. آیت الله آل هاشم از خود مردم بود، با تاکسی و مترو تردد. بله اینجا هم درست رفته. از نظر آل هاشم و این جک جونورا مردم یگان ویژه سرکوبگر که میزنه مردم رو میکشه، نابینا میکنه. اتفاقا اینجا هم میگه رفته بهشون روحیه بده که بیشتر بکشن، بیشتر صدمه بزنن به مردم. اما یکی از اتفاقای عجیبی که تو این داستان افتاد میدونی چی بود؟ چی بود؟ این بود که برای اولین بار مهره‌های ریز و درشت رژیم حرفای دقیق زدن. مثلا این لاریجانی رو نگاه کن، امیر عبداللهیان یک دیپلمات پخته بود. کجا این دقیقه پخته نبود، پخته گذشت، ته گرفته بود، چیزقاله شده. البته این لاریجانی یه نیش ظریفی هم زده. حالا چرا تو این همه صفت تو رفتی پخته رو انتخاب کردی؟ حالا این ظریفو که گفتی یه خود ظریف هم یه نیش ظریفی به این امیر عبداللهیان زد، اونم ببینیم. در این ویژگی آقای شهید امیر عبداللهیان اخلاصش بود و امروز پاداش اخلاصش رو گرفته. پاداش گرفت. اگه منظور از پاداش این میزان کوکو سبزی شدن وسط کوه و جنگله، پس بدون سزای اعمالش رو چجوری خواهد گرفت؟ خب بریم کامنت یه جمله‌ای. من فکر کنم این داستان رئیسی باعث شده تو کامنت یه جمله رو فراموش کنی. نمیشه. دست میذاری رو نقطه ضعف من. آره اینو ببین این تصویر دختر قاسم سلیمانی و دختر رئیسی که به هم رسیدن بساط آبگوره‌گیری را انداختن. زیر خاک یا حسین و یا حسین و یا حسین. این خیلی ساده است. 2 پدر سوخته در یک قاب.